درود خدمت شما عزیزان، به کانال طب روحانی و علوم غریبه علوی خوش آمدید. آموزشی برای ساخت یک معجون ماورایی، یک معجون جادویی من باب پاکسازی تمام موجودات خبیث و تمام موجودات شرور. درون این آموزش خدمت شما عزیزان میدم. برای انجام دادن این معجون عزیزان باید مواردی که خدمتتون عرض میکنم را تهیه کنید و طبق دستوری که بهتون میدم با هم آنها را ترکیب کنید و این معجون جادویی را درست کنید. زمانی که باید این عمل را انجام بدهید آخرین چهارشنبه ماه عربی هستش. ابتدا شما این مواردی که بنده میگم را از قبل تهیه میکنید. ابتدا کبریت احمر، کبریت اصفر، اسپند، هنتیت، پودر سیر، صبر، فلفل سیاه، تخم تراب، هندوانه ابوجهل، تمام این موارد را عزیزان شما تهیه میکنید و با هم ترکیب میکنید، پودر میکنید و با هم ترکیبشون میکنید. وقتی که اینها را با هم ترکیب کردید یک شیشه کریستالی مانند تهیه میکنید و تمام این موارد را درون آن شیشه میریزید. تمام مقداری که پودر کردید باید به یک مقدار مساوی باشند تمام موارد. و وقتی که تمام موارد را به شیشه کریستالی اضافه کردید 7 عدد پرتقال تهیه میکنید، از وسط نصف میکنید و آب این 7 عدد پرتقال را هم به این شیشه کریستالی اضافه میکنید و بعدش این آیه‌ای که خدمتتون عرض میکنم را 40 مرتبه روی اون میخونید و در شیشه را محکم میبندید. آیه‌ای که باید روی این شیشه و روی این معجونی که درست میکنید بخونید آیه 94 و آیه 97 سوره کهف هستش. با یک بسم الله 40 مرتبه روی شیشه میخوانید و درب شیشه را میبندید و وقتی که درب شیشه را بستید درون یک خاکی که پاک باشه و پاک بماند دفنش میکنید. نکته‌ای که قابل توجه عزیزان، این خاک باید مورد تابش نور خورشید قرار بگیره. حال میتوانید توی حیاط خانه خود یا توی یک گلدانی دفنش کنید و به مدت 3 روز بگذارید درون خاک بماند. وقتی که 3 روز شد شما این شیشه را از درون خاک در میآورید و از محتویات داخلش به عنوان معجون پاکسازی استفاده میکنید. به این روشی که بنده خدمتتون عرض میکنم. وقتی که درش آوردید مقدار کمی از این معجون رو عزیزان در 4 گوشه منزل خودتون میگذارید. اگر منزلتون دچار اجنه و موجودات ماورایی شده برای پاکسازی منزل و اگر شخصی دچار این عارضه شده لباسهای شخص رو می آورید و روی لباسهای شخص از این معجون میگذارید و میریزید و جلوی خود شخص این لباسها را آتیش میزنید و میسوزانید تا دودی که بلند میشه به مشام شخص بخوره و شخص بدنش با این دود تبخیر بشه. یا مقداری از این معجون را درون گوشها و بینی شخصی که دچار عارضه و دچار عارضه های مختلف، اجنه های مختلف شده میگذارید و میگذارید که به مدت چند ساعت مثلا شب بگذارید داخل گوشها و بینی هایش تا صبح در بیاورد یا حالا چند ساعت داخل بینی و گوش هایش بمانه به مدت بازه زمانی 2 الی 3 هفته. کم کم شخص رو به بهبودی میره و مشکلش حل میشه. موردی نمیمونه. امیدوارم که انجام بدید و موفق باشید. یا حق.